بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از صفاتهای منافقین در قرآن کریم امروز نهمین صفت این است که منافقان بخیلگی میکنند برای انسانهای صالح. منافقان بخیلگی و بدگویی میکنند برای آدمهای نیک و برای انسانهای صالح بدگویی میکنند. منافقان وقتی که از پیش مسلمان ها خارج میشوند با آنها خوبی رفتار میکنند، اما از پشت سری آنها را بدگویی و بخیلگی میکنند. این صفت منافقان را خداوند ذکر کرد در سوره احزاب میگوید: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله میگوید ای مؤمن ها، بدانید که به سبب دشمنی منافقان و بدبینیشان برای شما و بخیلگیشان می آید و چون زمان ترس پیش می آید می بینیتون که آنها چشمانشان مثل کسی است که گویا که حاضر برای آنها مرگ آمده باشد و چون جنگ به پایان یافت ترس از بین آنها می رود و می خواهند غنیمه را، یعنی بایگری که از جنگ می ماند، با زبان تیز تند خود شما را برنجانند و از صاحب آن مال ها شوند. اینها منافقان یعنی هرگز به دلهایشان ایمان نمی درآید، پس الله عملهایشان را نابود کرده است و این کار برای الله آسان است. ببینید برادران و خواهران، این جنگ احزاب در مدینه شده است. خداوند صفت منافقان را در این آیت بیان کرد که آنها وقت جنگ به چشمانشان از کاسه خانه گویا که میبرآمد، لیکن وقتی که تقسیم کردن غنایم میشد آنها به زوری به بدگویی شروع میکنند تا که صاحب مال شوند. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یکی ما را از جمله موحدان گرداند و ما را از جمله منافقان نگرداند و دائما همه عملمان خالص برای او کردن به نصیب روزگار. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.